این بار میخوام یه مرغ شکمپر خوشمزه رو تو کمترین زمان درستش کنم. با من همراه باش تا با یه دستگاه فوق‌العاده عالی آشنا شی. اول از همه مرغمون رو با زعفرون، آب لیمو، پیاز و ادویه‌جات طعمدار میکنیم و کنار میذاریم تا طعم موادمون به خورد مرغ بره. بعد از اینکه مرغمون طعمدار شد، حالا با موادی که دوست دارید شکمش رو پر کنید. من از پیاز، سبزی‌های معطر، زرشک، آلو و فلفل دلمه برای شکم مرغم استفاده کردم. حالا شکم مرغمون رو به این صورت میدوزیم و جمعش میکنیم. برای اینکه مرغمون سریع آماده بشه و توی 1 ربع بشه یه مرغ شکمپر عالی داشته باشیم، من از دستگاه ارشیا استفاده کردم. خیلی سریع میتونید یه مرغ مجلسی خوشمزه رو با این دستگاه سرخ‌کن دوقلو درست کنید. فقط کافیه گزینه مرغ رو انتخاب کنید و اگه دوست داشتید میتونید دماش رو زیاد و کم کنید و بعد استارت رو بزنید تا مرغتون آماده بشه. خوبی این دستگاه اینه که همراه با مرغی که دارید بریون میکنید میتونید سیب زمینی هم سرخ کنید. اگه دوست داری یه مرغ بریون رو توی 1 ربع آماده کنی، به پیج ارشیا چابهار حتما سر بزن.